تا حالا شده یه عکس ببینی و با خودت بگی چطوری همچین چیزی ساختن؟ یا آرزو کنی کاش یه عکاس حرفه‌ای بودی که میتونستی اون شاتای خفن رو بسازی؟ خبر خوب این که دیگه لازم نیست عکاس باشی. چون امروز قراره بهت یاد بدم چطور با یه ابزار ساده و چند پرامپت حرفه‌ای عکسایی بسازی که حتی یه عکاس با تجربه هم باورش نمیشه ساخت هوش مصنوعی باشن. و نکته مهمتر، همین مهارت رو میتونی تو سایت‌های فریلنسری تبدیل به درآمد واقعی کنی. تا آخر ویدیو بمون، چون پرامپت‌ها، نمونه‌ها و سایت‌هایی که میتونی توش کار بگیری و نشونت میدم. 2 تا سورپرایز هم در انتهای ویدیو برات دارم. اگه تا انتها بمونی چیزی رو خواهی داشت که میتونه خیلی بهت کمک کنه. پرامپت فقط چند تا کلمه نیست. یه جور زبان ارتباط با هوش مصنوعیه. وقتی درست بنویسیش، خروجی دقیقاً همونی میشه که تو ذهنت داری. مشکل اکثر کاربرا اینه که نمیدونن چطور ایده‌شونو به زبان هوش مصنوعی ترجمه کنن. ولی با سیستم اینستراکشنی که من برای جمینای 2.5 پرو طراحی کردم، هر عکسی رو بدی خودش تبدیلش میکنه به پرامپت حرفه‌ای با تمام جزئیات فنی، از رنگ، نور، زاویه، لنز تا بافت پوست و حس صحنه. یعنی تو یه عکس داری، اون برات 10 تا پرامپت میسازه با وریانت های مختلف. اینجا وارد بخش اصلی میشیم. من یه سری از خفن ترین پرامپت هایی که تست کردم و آوردم تا هم ببینیم چطور کار میکنن، هم توضیح بدم هر کدوم به چه دردی میخورن. ببینید چطور با توصیف دقیق نورپردازی میتونیم بدون نیاز به تجهیزات گرون یه عکس استودیویی حرفه‌ای با حس و حال فیلم‌های سایبرپانک یا نئونوآر بسازیم. این پرامپت یه مثال عالی برای کنترل کامل روی احساسات عکسه. با کلماتی مثل diagonal beam و low angle شما به هوش مصنوعی دستور میدید که چطور کاراکتر رو قدرتمند و مرموز نشون بده. این برای فتوشاپلایی که میخوان روی نور و سایه کار کنن یک کلاس درسه. اگه میخواید عکسای شبیه به مجله‌های معتبر مثل ووگ یا ال بسازید، این پرامپت برای شماست. با مشخص کردن تنظیمات دوربین و نوع نورپردازی، خروجی شما از یک عکس ساده به یک عکس ادیتوریال حرفه‌ای تبدیل میشه. اینجا جادوی واقعی اتفاق میفته. ببینید چطور میتونیم یک مدل رو در 10 لباس و لوکیشن مختلف قرار بدیم بدون که حتی یک بار نیاز به عکاسی داشته باشیم. این قابلیت برای برندها و طراحا یک انقلاب به حساب میاد و میتونه هزینه‌ها رو به شدت کاهش بده. و جالبتر اینجاست که برندها و طراحا هنوز از این قدرت خبر ندارن و اونایی هم که خبر دارن نمیدونن چه جوری میتونن از این ابزار استفاده کنن. و شما میتونید کسی باشید که در این شرکت‌ها استخدام بشید یا به صورت فریلنسری با اونا در ارتباط باشید. با مشخص کردن زمان روز مثل بلو آور یا گلدن آور میتونید اتمسفر عکس رو به کلی تغییر بدید. این پرامپت نشون میده که چطور میشه یه صحنه رویایی و لوکس رو در یک بالکن با منظره شهر خلق کرد. یادتونه عکسای هنری و خاصی که توی تامبلر مود بود؟ با این پرامپت میتونید دقیقاً همون حسا بازسازی کنید. کلمات کلیدی مثل نوستالژیا و وارم گولدن تونز به هوش مصنوعی کمک میکنه تا یه عکس احساسی و هنری بسازه. گاهی وقتها سادگی بهترین انتخابه. این پرامپت نشون میده چطور میشه یه پورتری قدرتمند و شیک رو فقط با یه پس زمینه تیره و یه استایل مینیمال خلق کرد.
این پرامپت برای ساختن عکس‌های لایف استایل اینستاگرامی عالیه. با توصیف محیط، نور و حتی اضافه کردن نویز فیلم میتونید یه عکس کاملا طبیعی و جذاب بسازید که انگار واقعا در اون لحظه گرفته شده. کی گفته عکس‌های هوش مصنوعی باید ساده باشن؟ اینجا می‌بینین که چطور میشه 2 تا عکس رو توی هم ترکیب کرد و یه اثر هنری خلاقانه ساخت. این برای فتوشوپرهایی که کارهای ترکیبی انجام میدن یه منبع الهام عالیه. البته توضیح دقیق تر بدم، اینجا یه عکس دادیم، خود هوش با تغییراتی تبدیلش کرده به 2 عکسی که در هم ترکیب شدن. در کل این جنریتورها رفرنس ما یه عکسه و تغییر نکرده. با تغییر رنگ‌های نئون میتونید بی‌نهایت حال و هوای مختلف بسازید. این پرامپت برای ساختن تامنیل‌های جذاب یوتیوب یا کاورهای اسپاتیفای عالیه. این پرامپت نشون میده چطور با استفاده از اکسسوری‌ها و توصیف دقیق محیط میتونید یه داستان کامل رو توی یه عکس تعریف کنید. اینجا ما فقط یه عکس نداریم، بلکه یه کاراکتر با یه داستان داریم. خلاقیت هیچ مرزی نداره. این پرامپت نشون میده که میتونید خودتون رو در کنار شخصیت‌های محبوبتون قرار بدید و یه عکس فان و به یاد موندنی بسازید. این برای تولید محتوای وایرال در شبکه‌های اجتماعی عالیه. عکاسی سیاه و سفید همه چیز رو به نور، سایه و فرم خلاصه میکنه. این پرامپت به شما یاد میده چطور با استفاده از سایه‌های قوی و هندسی یه پورتری هنری و تأثیرگذار بسازید. این پرامپت یک شاهکاره. این فقط یه عکس نیست، یه لحظه از یه فیلمه. با توصیف دقیق نور، فضا و حس و حال میتونید هوش مصنوعی رو وادار کنید که براتون داستان سرایی بصری انجام بده. چه حالا خواستید حس سلبریتی بودن رو تجربه کنید؟ با این پرامپت میتونید. این یه روش خلاقانه برای ساختن محتوای جذابه که نشون میده شما در مرکز توجه هستید. ترکیب مد، طبیعت و ماشین‌های کلاسیک همیشه جذابه. این پرامپت نشون میده چطور میتونید یه عکس ادیتوریال زیبا رو در فضای باز و با استفاده از نور طبیعی غروب خورشید خلق کنید. هوش مصنوعی فقط برای ساختن عکسای زیبا نیست، باهاش میشه هنر مفهومی هم خلق کرد. این پرامپت نشون میده که چطور میتونید احساسات پیچیده‌ای مثل غم، فروپاشی یا تولد دوباره رو به یک تصویر قدرتمند تبدیل کنید. اگه از طرفدارای کیپاپ هستید، این پرامپت برای شما ساخته شده. میتونید خودتون رو به یه آیدل کیپاپ تبدیل کنید و حتی فوتوکارت مخصوص خودتون رو بسازید. این یه ایده عالی برای اینه که پست‌های اینستاگرامتون رو از بقیه متمایز کنید. یه روش خلاقانه برای بازی با خود پلتفرم و جلب توجه مخاطب. چه توی یه شهر شلوغ باشید، چه در طبیعت، با پرامپت درست میتونید به عکس‌هاتون حس و حال سینمایی بدید. اولی شبیه یه صحنه از فیلم بلید رانره و دومی شبیه یه پوستر برای یه فیلم حماسیه. اگه به استایل‌های زیبایی کره‌ای یا چینی علاقه دارید، این پرامپت فوق‌العاده است. هوش مصنوعی دقیقاً میدونه که سبک اولزانگ یا دویین چه ویژگی‌هایی داره و میتونه اون رو براتون بازسازی کنه. نور طبیعی بهترین دوست عکاسه، حتی اگه عکاس شما هوش مصنوعی باشه. با توصیف دقیق جهت نور خورشید و سایه‌هایی که ایجاد میکنه، میتونید عکس‌های بسیار طبیعی و چشم‌نوازی بسازید.
تا حالا به این فکر کردید که از خودتون یا کاراکترتون یه اکشن فیگور بسازید؟ این پرامپت نشون میده که چطور میتونید ایده محصول خودتون رو قبل از تولید به صورت کاملاً واقعی ببینید. این برای ارائه ایده به سرمایه‌گذارها فوق‌العاده است. اینجا می‌بینیم که چطور با ترکیب کلمات کلیدی مثل مگزین فوتوشوت وایب و effortless elegance میتونی به هوش مصنوعی بگیم که فقط یه عکس ساده نسازه، بلکه یه عکس با حس و حال لوکس و حرفه‌ای تحویل بده. این برای کسایی که تو کار فشن هستن یه ابزار قدرتمنده. فقط با چند تا کلمه مدل ما از یه استایل شیک به یه استایل کاملا متفاوت و جسورانه تبدیل شد. این نشون میده که شما میتونید برای یک مدل بی نهایت شخصیت و استایل مختلف بسازید. کلمه X در پرامپت مثل ادیتوریال X فیوچرستیک به هوش مصنوعی کمک میکنه 2 تا سبک رو با هم ترکیب کنه. گاهی وقتا نیاز نیست پرامپت خیلی پیچیده باشه. یه پرامپت ساده و مستقیم مثل این میتونه یه خروجی تمیز و تجاری برای نمایش محصول به شما بده. این برای کسایی که فروشگاه اینترنتی دارن عالیه. با مشخص کردن رنگ پس زمینه مثل پاستل گرین میتونید تم رنگی کل عکس رو کنترل کنید و یه هویت بصری هماهنگ برای برند یا صفحه خودتون بسازید. نورپردازی همه چیزه. ببینید چطور کلمه اسپاتلایت بیهایند the subject یه عکس ساده رو به یه صحنه سینمایی تبدیل کرده. روز قرمز هم به عنوان تنها عنصر رنگی تمام توجه رو به خودش جلب میکنه. این پرامپت نشون میده که هوش مصنوعی زبان فارسی رو هم به خوبی درک میکنه. و مهمتر از اون نشون میده که چطور با توصیف بازی نور و سایه میتونیم یه عکس ساده رو به یه اثر هنری پر از احساس و داستان تبدیل کنیم. انتخاب اکسسوری درست میتونه کل داستان عکس رو عوض کنه. اینجا روزهای سیاه حس عکس رو از یه پورتری معمولی به یه تصویر مرموز و پیچیده تبدیل کردن. این یه مثال جالبه که نشون میده گاهی هوش مصنوعی پرامپت شما رو به روش خلاقانه خودش تفسیر میکنه. ما یه چیز دیگه خواستیم، ولی نتیجه‌ای که گرفتیم هم زیبا و کاربردیه. این یعنی همیشه آماده باشید که از هوش مصنوعی هم ایده بگیرید. برای ساختن عکس‌های شب، توصیف نورهای پس زمینه خیلی مهمه. استفاده از کلماتی مثل warm، glowing، lights به هوش مصنوعی کمک میکنه تا بوکه‌های زیبا و فضای لوکس براتون بسازه. لوکیشن میتونه به اندازه مدل داستانگو باشه. ترکیب یک عنصر انسانی با یک محیط غیر منتظره مثل این هواپیمای متروکه میتونه عکس شما رو به یک اثر هنری تبدیل کنه که ذهن مخاطب رو درگیر میکنه. توصیف دقیق جزئیات صحنه مثل نوع آینه، شمع‌ها و حتی دیوارها به هوش مصنوعی کمک میکنه تا یه دنیای کامل و باورپذیر برای شما بسازه. این پرامپت برای ساختن صحنه‌های رمانتیک عالیه. این عکس نشون میده که چطور میتونید از هوش مصنوعی برای طراحی دکور و ایده پردازی برای مراسم هاتون استفاده کنید. قبل از اینکه حتی یه بادکنک بخرید، میتونید ببینید که دکور نهایی شما چه شکلی میشه. و باید بگم هر آنچه را که تا الان توضیح دادم، سعی کردم ترکیبی از اتفاقی که افتاده و کاربرد این پرامپت باشه. شما همیشه میتونید عکس‌های خودتون یا کسانی که به شما پولی پرداخت کردن رو درست کنید. این بازاریه که امروزه درست شده و جلوتر نمونه‌هایی از این بازار رو بهتون نشون میدم. پس اگر طراح، فتوشاپر، عکاس نیستی، اصلاً هیچ شغلی نداری، این پرامپت‌ها و روش آخری که بهت میگم میتونه برای تو درآمد میلیونی بسازه. این روزا درآمد داشتن با هوش مصنوعی به شدت آسون شده. فقط باید بخوای. منم اینجام و تو این مسیر بهت کمک میکنم. نیاز به توضیح دادن نیست، شما خودتون میدونید و اگر از قدیم کانال منو دنبال کرده باشید، راههای دسترسی به نانو بانانا رو میدونید. ولی این روزا شما یا از AI استودیو گوگل استفاده میکنید یا جمنای. من یه پیشنهاد دیگه دارم براتون. استفاده از سایت یوور.
همون پروژه‌ای که قبلا با هم ساختیم و میتونید دوباره استفاده کنید. اگر ویدیوش رو ندیدید که لینکش رو بر دیسکریپشن براتون میذارم، برید ببینید. اگرم دیدید که خودتون یا پروژه‌ای تو همون سبک ساخته اید، یا میتونید از دیسکریپشن لینک پروژه‌ای که من ساختم رو بردارید و ازش استفاده کنید. اگه میخوای به همه این پرامپت ها با نمونه هاش دسترسی داشته باشی، من یه کانال تلگرام ساختم. اونجا هر روز چند پرامپت جدید میذارم با عکس خروجیش که میتونی مستقیما استفادهشون کنی یا ایده بگیری. از پورتره های فوق جزئی تا پروژه های فشن و تبلیغاتی. هدف اینه که هر کسی، چه حرفه‌ای چه تازه کار، بتونه ازشون استفاده کنه. حالا برسیم به بخش هیجان انگیزترش. چطور از این مهارت درآمد بسازی؟ الان با ابزارهایی مثل نانو بانانا، ویو، میدجرنی میتونی بدون دوربین تجهیزات گرون عکسایی بسازی که قابل چاپ و استفاده تو تبلیغاتن. اگه یاد بگیری پرامپت حرفه‌ای بسازی، میتونی به عنوان طراح بک‌گراند، تولید کننده تصویر تبلیغاتی، ادیتور پورتره و فشن یا حتی تولید کننده عکس برای فروشگاه‌های اینترنتی پروژه بگیری و درآمد بسازی. حالا بیا چند نمونه کانال و فریلنسر رو نشونت بدم که با همین روش دارن کار میکنن. یه نفر تو تلگرام نمونه کاراشو با پرامپت AI میذاره و سفارش میگیره. یکی دیگه تو سایت‌هایی مثل فایور و آپورک با عنوان AI فوتو ادیتور پروژه میگیره. توی ایران هم سایت‌هایی مثل پونیشا، کارلنسر و انجام میدم هستن که میتونی توش خدمات ادیت، طراحی پوستر یا تولید تصویر بذاری. حتی اگه عکاس نیستی، میتونی از طریق نانو بانانا عکسای خلاقانه بسازی و باش پروژه بگیری یا محتوا تولید کنی. خلاصه بگم، تو لازم نیست یه عکاس فوق حرفه‌ای باشی تا عکس حرفه‌ای بسازی. فقط باید بلد باشی چطور با هوش مصنوعی درست حرف بزنی، یعنی همون پرامپت سازی. با سیستمی که یاد گرفتی، از این به بعد هر عکسی که تو ذهنت داری رو میتونی بسازی. و اگه یه ذره خلاقیت و تمرین بذاری، همین مهارت ساده میتونه تبدیل به شغل واقعی بشه. الان وقتش وارد عمل شی. لینک کانال تلگرام پایین ویدیو هست. برو داخلش و پرامپت‌ها رو دانلود کن. بعد یکی از اونا رو تو نانا بانانا یا جمینای تست کن و نتیجت رو تو کامنت ها بنویس. اگه خواستی پروژه فریلنسری بگیری، سایت هایی که گفتم بهترین نقطه شروعن. کل این ویدیو از 0 تا 100 با هوش مصنوعی ساخته شده. از ایده و سناریو گرفته تا توضیحاتی که الان دارید میشنوید، همه چیز با کمک AI انجام شده. و نکته جالب اینجاست، شما هم میتونید دقیقاً به همین راحتی بدون حتی یک لحظه فکر کردن یا تحلیل پیچیده ویدیوهایی مثل همین ویدیو بسازید. تو ویدیوی بعدی بهتون آموزش میدم چجوری شما همین کارو بکنید و یه تولید محتوای چند ساعتی، حتی چند روزه رو به یه تولید محتوای چند دقیقه‌ای یا چند ساعتی تبدیل کنید.